این عجایب نازنین هست خود یک جنت روی زمین، در میان کوههای سربلند جای گرفته این دیار دلپسند. دوستان عزیز، چطوره که اکثریت شما آگاهی دارید، امروز در یکی از دهه‌های خوشمنظر ناحیه عینی آسایشگاه دکتر طاهری به کار شروع نمود و مقصد یگانه من بواسطه مردم تاجیک باید نکم از 100 سال عمر بینند. برای 100 سال عمر دیدن البته پیشگیری کردن طرز اصول طبابت، استفاده گیاها، استفاده نوشابه ها، آب را به مردم یاد دادن در کار. و امروز علاقه از گوشه کنار بسیار نه اینکه تاجیکستان بیرون از مرز ما به این دیار خوشمنظری ما آدمان برای استراحت و طبابت آمده ایستادند و عامل‌های زیاده در اینجا هستند که خودی طبیعت انسان را طبابت میکند. شرشر آب دریا الله گوید بحر ما، آرام کند عصب را جوره بیا خواب نما. بینید ما در کنار یک دریاچه شوخ ایستادیم که همه شرشر این آب به عصب‌های بیماران آرامی میبخشد. بین انسان و آب یک رابطه انرژتیکی پیدا میشود که این به آدم‌ها شفا میبخشد. حالا در این آسایشگاه ما علاقه ما خیلی شرایط‌های مفید، شرایط‌های خوب تشکیل کردیم که خانه‌های 2 نفره، آب گرم، آب خنک، دوش، 6 دوش که امروز در شنبری مثلا رفته روده‌های میشوند، ساونا گرم است که قریب 20 دستگاه فیزیوتراپیوتی در اینجا عمل میکنند. این چنین گیاهای شفابخش اینجا را ما استفاده میبریم. برای سالم بودن پیش از همه باد و هوا، آب، آفتاب و محیط خوش معامله انسان لازم است که انسان ها عمر دراز بینند. همه این را ما در اینجا تشکیل کردیم و من یک شعر خودم را با آهنگش برای شما قرائت میکنم. نشستم در لبی رودی زرفشان، بدیدم قیمتی این عمر انسان، که عمر آدمی چون آب دریا، روان است و ندانیم قیمتی آن. که عمر آدمی چون آب دریا، روان است و ندانیم قیمتی آن. برای دوستان عزیز، عمر انسان همچون آب روان است. ما باید در این عمر کوتاه خود بین یکدیگر یک حرمت و احترام، مهر و محبت، صداقت، آبادکاری را پیدا کنیم و چطوره که پرزیدنت محترم ما در هر جا میگوشند ما باید سازنده باشیم و در هر یک گوشه کنار تاجیکستان یک